و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر دیگه سوال کرده است که زنک ها در گوش پر کردن چی حکم است؟ نزد مذهب ما و مذهب حنبلی و دیگر قول راجح همین است که گوش پر کردن اینه که شکاف کردن گوش ها و چی کودک باشد چی زنک کلان سال باشد، مثلا که میپرسد برادر سوال کننده که کودک ها هم شکاف میکنن تا اینکه در آینده همون گوش هاشون خوب بیستد و دیگر عذاب نکشن، گفته همه کارا میکنن، آیا جایز است یا نه؟ حدیث بخاری مسلم هست، حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز خوان میگد و خطبه خوان، خلاصه اگر بعد امر معروف کرد که شما برای فقیرها و مثلا درمانده ها بیچاره صدقه کنین، گفته پس میگه دیدم همون زنک ها را که مثلا که میآوردن گوش هاشون میقبیدن و گوش هاشون گرفته و گردن بنداشون گرفته در پیش حضرت بلال میموندن و میدودن که هم مثلا که تا اینکه کم بغل دوده شود. و دیگر شکاف کردن گوش ها و زینت دادن زن ها که مثلا که از شکل زیبایی اونها هست، این جایز است بلکه ضرور هست کردنشون، چون که از بیگوشوار هم خیلی شکل زن مردم قدر خوبی نیست در نزد شوهرش که در نزد بگیم همون شکل زن بدنش ده. دیگر روایت هم آمدگی هست که صحابه کرام نبی صلی الله علیه و آله گفته باشن که شما برای همسرتون گوشوار چکنین، مثلا که بخرین و زینت زیبایی کند. و شیوخی بگیم معاصر هم دیگر همشون اتفاق هستن که برای زینتی مثلا زن، برای زیبایی زن که مثلا که گوشوار کردن تا جایی که از زنهای صحابه صحابه چی و پیامبر که مثلا از این چی خبر داشتند و میکردن دیگر، که بگیم این کاری مشهور هست، کار عادتی بگیم که چه عرب باشد چه عجم باشد، اینها هیچ باکی ندارد. در شکاف کردن بگیم بلکه همو بینی هاشون هم شکاف کردن ده تا جایی که مثلا که همون رو نکنن اصلا، چون که از یک بعضی انسان ها در اون زینت پیدا میکنن، بعضی ها بیزبی پیدا میکنن، اما بعضی ها اجازت میتن همینان. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.